عودتو درست خاموش نمی کنی، بعد میگه اولش خوب بودا، بعد یه مدت استفاده دیگه رایحه خوبی برام نداشت. اول پیجمو فالو کن، بعدش هم این پست رو لایک کن. اینجا روش اصولی استفاده از عودای دستساز رو میبینیم به دور از خرافه. این عودو 2 بار تا الان روشن کردم، خاموشش کردم، اما خاموش کردنش اصول داره. ببین این عود دستسازه، برای خاموش کردنش نه نیازی به آب داری نه نیازی به خاک داری. عودای دستساز میبینین بافتش پودریه و این پودر مخصوصه، خاموشش نکنی دیگه اون رایحه و خاصیت قبل رو نداره. برای خاموش کردن این عود دستساز کافیه که روی سطح جاعودی یا جای دیگه ای فقط عودتو فشار بدی و اون قسمت روشنش کنده بشه. همین. برای نگهداری از عوداتونم بهتره که توی کاوری که براتون ارسال میکنم نگه داریم، به عنوان چون 1% مرطوبیت خاصی رو باید داشته باشه که زمانی که شما اون رو روشن میکنین و استفاده میکنین نه براتون سردرد بیاره و نه رایحه بدی رو داشته باشه.